دوستای عزیزم، من ستاره هستم. امیدوارم هر کجا این دنیا که هستین حال دلتون پرفکت باشه. بچه‌ها، من در مورد پوست میخواستم باهاتون یه صحبتی بکنم، در مورد کسایی که مثل من توی دوره مثلا 18-19 سالگی جوشای زیادی میزدن و الان اون جوشا به صورت چاله چاله روی صورتشون مونده. من توی ایران دکترای زیادی رفتم که خب متاسفانه نتیجه خاصی هم نگرفتم. الان اینجا توی آمریکا من هلوش 3-4 ماه پیش یه دکتر رفتم و پوستمو قشنگ زیر دستگاه نگاه کرد و خب به هر حال من منافذ پوستم چون که باز شده و به صورت مثلا چاله چاله شده و این مسئله منو خیلی ناراحت میکرد، مجبور شدم که اینجا یه دکتر پوست خیلی خوبی برم. البته من اینجا 2-3 تا دکتر پوست رفتم که این آخریه که رفتم فکر میکنم از همه خیلی بهتر بود، هرچند که هر 3 تاشون تقریبا یه چیز خاصی رو به من گفتن، یک مدل تراپی رو به من گفتن و به من گفتن که باید از صابونای خاصی استفاده بکنی، از ماسکای خاصی استفاده بکنی و من حتی بهشون گفتم مزونیدلینگ و این چیزا که اصلا اینا با این چیزا خیلی مخالفن. دکترای اینجا میگن به هیچ عنوان هیچ گونه سوزنی روی پوستتون نکشید، چون که نه تنها نتیجه ای نداره بلکه این پوست رو به مرور زمان از بین میبره. و در مورد کسایی که مثلا توی ایران در مزونیدلینگ خیلی انجام میدن، میکرونیدلینگ خیلی انجام میدن روی پوستشون، من از الان دارم بهتون میگم که این کار رو استاپ کنید، دیگه این کار رو نکنید، چون اینا به شدت مخالفن. میگن اصلا بعد از یه مدت پوستتون به کل از بین میره. دکتری که رفتم روز در واقع 4-5 روز پیش بود. من دکتری که رفتم چیزی که به من معرفی کرد، یه صابونی به من معرفی کرد، صابون آلیو. صابون آلیو همون صابون زیتون خودمون. خب که من رفتم از داروخانه یک بسته‌شو گرفتم. به من میگن که برای کسایی که منافذ پوستشون باز شده و حالت چاله چاله است، صابون آلیو خیلی تاثیر داره. و چیز دیگه‌ای که به من معرفی کردن، هر روز استفاده از ماسک آلوورا که من دوباره اینو از داروخانه تهیه کردم. میگه ماسک آلوورا برای کسایی که در واقع پوستای چاله چاله ای دارن، پوستای مثلا خشکی دارن و کلا پوست میشه پوستشون و اینا، این میتونه خیلی درمان خوبی باشه برای پوستای مثلا از بین رفته. و من اینو الان هلوش چند وقتیه که دارم استفاده میکنم و واقعا من احساس میکنم خیلی تاثیر داشته. این ماسک همه جای دنیا هست، تو ایران هست، تو ترکیه هست، تو همه جا هست. من خواهش میکنم از کسایی که مثلا مشکل پوستی دارن و مثل من مثلا فکر میکنن که این منافذ، حتی مثلا وقتی که کرم پودر میزنی میره توی این منافذا گیر میکنه و بیشتر خودشو نشون میده، اینو امتحان بکنید. هر روز باید یه دونه از این ماسکا رو شما در بیارین، به صورت ورقه‌ای هم هست، مثل همه ماسکای معمولیه، به صورت ورقه‌ای هم هست. اینو باز میکنین و روی صورتتون میذارین. مدتش هم باید 20 دقیقه باشه، نه کمتر نه بیشتر. 20 دقیقه که باشه، بعد این صورتتون رو مثلا وقتی که اینو دیگه درش میارین، اصلا صورتتون رو نباید بشورین. قبل از اینکه اینو استفاده بکنید باید صابون آلیو بزنید. صابون آلیو رو میزنید، میشورید، پوستتون رو تمیز میکنید و پوست باید هیچ گونه کرمی روش نباشه. یعنی مثلا بلافاصله بعد از این باید شما اینو استفاده بکنید و 20 دقیقه بذارید باشه و نتیجهشو میبینید. نتیجهشو واقعا میبینید، همونطور که من دیدم. من صورت فوق‌العاده زیاد بدی داشتم، یعنی اصلا انقدر جای جوش، من حتی اعتماد به نفسم هم از دست داده بودم، ولی احساس میکنم واقعا خیلی تاثیر داشته. و برای کسایی که موخوره دارن، برای کسایی که مثلا موهای خشکی دارن، مثل خود من که مثلا موخوره زیاد داشتم و اینا، دکتر به من کوکونات اویل
حالا برندش رو نمیگم چون برندش ممکن اصلا توی ایران نباشه، ولی کوکونات اویل رو به من معرفی کرد. بچه ها اینم به شدت تاثیر داره. هر روز چه حموم میرید، چه مثلا یه روز در میون حموم میرید، هر روز باید اینو به ساقه موهاتون بزنید. به ریشه نباید بزنید، فقط به ساقه موها. کوکونات اویل همون در واقع روغن نارگیل میشه. خیلی تاثیر داره برای جلوگیری از موخوره شدن. اینا رو استفاده بکنید، اینا رو همه رو که من بهتون گفتم بگیرید، بعد نتیجهش رو هر چی که بود برای من کامنت کنید. من دکترای خاصی میرم برای پوستم، برای موهام و همیشه میام باهاتون شیر میکنم. امیدوارم که بتونین از اینا استفاده بکنید و امیدوارم که بتونید یه پوست خیلی خوب، روشن، شفافی رو برای خودتون درست بکنید. خیلی خوشحال شدم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فعلا بای بای.